سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ امروز با ناگفته های زندگی دیلان چیتاک، خواننده ترک و همسرش در خدمت شما هستیم. دیلان چیتاک متولد 2 دسامبر 1989 در ترکیه و خواننده است. فارغ التحصیل رشته زبان و موسیقی از دانشگاه آمریکاست که از 25 سالگی خوانندگی را آغاز کرده و با آهنگ شکل‌ساری به شهرت رسیده. سال 2019 به عنوان مدل در فستیوال مدلینگ مورات آیتولون شرکت کرده. دیلان چیتاک روز 11 آذر 1368 در شهر استانبول ترکیه به دنیا اومده و یک برادر به نام ایدو تاتلیس داره. دیلان چیتاک ثمره رابطه کوتاه و مخفی پدرش ابراهیم تاتلیس، چهره معروف موسیقی، و مادرش ایشیل چیتاک در دهه 90 میلادیه که تا سالها مخفی بود. زمانی که دیلان نوزاد بود، ابراهیم تاتلیس از پذیرفتن اون خودداری کرد، به همین خاطر مادرش مسئولیت بزرگ کردن دیلان رو بر عهده گرفت. پس از مدتی مادرش برای دومین بار با فوتبالیست سابق ازدواج کرد و نام خانوادگی اون در شناسنامه دیلان ثبت شد و دیلان هم اونو به عنوان پدر قبول داره. در رشته موسیقی دبیرستان هنرهای زیبای اپرا و اخذ بورسیه تحصیل کرده و آموزش موسیقی رو با خوانندگی ادامه داده و با پیانو و ویولون پیش رفته. دیلان چیتاک به مدت 2 سال ویولون و 4 سال پیانو زده. سپس ویولون رو رها کرد و با پیانو ادامه داد. ایشیل چیتاک در دوران مدرسه در موزیکال و گروه‌های کور شرکت می‌کرد و به عنوان سولیست در ارکسترهای جاز اجرا می‌کرد و همزمان به مدت 2 سال در تئاتر تحصیل کرد. در سال 2011 برای آموزش زبان و موسیقی به آمریکا رفت و با تیم‌های مختلف متشکل از دانشجویان کالج موسیقی بروکلی کنسرت‌هایی رو روی صحنه برگزار کرد. سپس با یک معلم آواز آمریکایی فارغ التحصیل مدرسه جولیارد که در رشته خودش به موفقیت‌های زیادی دست یافته بود، به تحصیل در حیطه آواز پرداخت. دیلان چیتاک پس از 1 سال آموزش زبان و موسیقی به ترکیه بازگشت و تحصیلات خودش رو در این رشته با برنده شدن در بخش موسیقی شناسی انگلیسی ITU ادامه داد و در مدرسه هنر ویولون و پیانو رو تدریس میکنه. دیلان چیتاک همچنین تکنواز گروه سول سنسیشن پروژه خودش بود و به عنوان خواننده در پروژه ترانه‌های بی‌زمان اسکندر پایداش شرکت کرده. دیلان چیتاک در سال 2014 به خاطر انتشار تک آهنگ شکل‌ساری شناخته شد که این موزیک ویدیو بیش از 1.14 میلیون بار در یوتیوب دیده شد. وبسایت نوت دونی ضمن قدردانی از این هنرمند محبوب و دوست داشتنی آثارشون رو نوت نویسی کرده و در اختیار علاقه‌مندان به این هنرمند قرار داده. دیلان چیتاک در سپتامبر 2018 ویدیویی از خواننده همکار خودش جاستین تیمبرلیک رو در حساب اینستاگرام خودش منتشر کرد. همچنین سال 2018 تک آهنگ متاسفانه رو منتشر کرد و با این آهنگ از تماشاگران نظر مثبت دریافت کرد. خانم خواننده میگه به خاطر اینکه فامیلی پدرم رو که منو تا این سن به بار آورده ناراحت نیستم، اما فامیلی تاتلیس یک منافع و خوبی‌هایی هم داره که میخوام از اونم برخوردار باشم. فامیلی تاتلیس یک افتخاره که به عنوان بچهش میخوام داشته باشم و به افتخارش و ارزشش اضافه کنم. خانم دیلان چیتاک میگه که وقتی که 13 ساله بودم هنوز نمیدونستم پدرم ابراهیم تاتلیسه. رفتم پیش دکتر و بهش گفتم من شک دارم و فکر میکنم پدرم ابراهیمه. اون ادامه میده تا مدت‌ها اصلا دوست نداشتم همه بفهمن که پدرم کیه و همه اتفاقات بدون خواست و اراده من پیش اومده. دیلان چیتاک میگه که من در آمریکا بزرگ شدم و فرهنگ متفاوتی دارم. هرگز نخواستم با پدر گفتن و اشک ریختن مشهور بشم. رسانه ها به خاطر بالا رفتن ریتینگ از من سوء استفاده کردن. سالها پیش یکی از دوستانم که گوینده بود بیمار شد و نتونست 1 ماه سر کارش حاضر بشه و از من خواست به جای اون حضور پیدا کنم و قبول کردم. عوامل برنامه از یه طریق متوجه شده بودن که پدرم کیه و بهم پیشنهاد دادن برام ماشین میخرن و مشهورم میکنن تا اسم پدرم رو فاش کنم، اما قبول نکردم. ولی با این وجود باز هم در برنامه زنده این خبر رو افشا کردن و همه منتظر بودن در برنامه اشک بریزم، اما این کار رو نکردم و اونجا رو ترک کردم.
الان رابطه خوبی با پدرم ابراهیم تاتلیس دارم. درسته یه وقتایی بوده که قاطی کردم و خیلی حرفها رو بهش زدم، اما بازم با هم خوبیم. در ادامه میگه که در واقع وقتی کسی کاری به کار ما نداره و دخالت نمیکنه، ما با هم خوبیم و حتی ساعتها با هم گپ میزنیم. دیلان چیتاک سال 2007 ناپدریش رو از دست داده و در پیامی احساسی در سال روز فوت اون نوشت: امروز 9 سال گذشت از نبودنت، از امروز متنفرم، از بی تو بودن متنفرم. در مارس 2021 دیلان هنگامی که در یک مرکز زیبایی بود مورد حمله اتباع خارجی قرار گرفت و بدون جراحت از این حمله جان سالم به در برد. دیلان چیتاک پس از پذیرفته شدن از سوی پدرش ابراهیم تاتلیس با انتشار عکسی از خودش به همراه تاتلیس و برادرش نوشت: من فردی بودم که خدا دوستش داشت. من یک پدر بسیار گرانبها و بسیار شایسته را از دست دادم که اون رو بسیار دوست داشتم، اما من دوباره بی پدر نمیمونم. خداوند یک پدر بسیار ارزشمند و بسیار شایسته دیگر رو به من داد. معتقدم که پدرم ابراهیم رو به اندازه پدرم جن دوست خواهم داشت. دیلان چیتاک میگه که خشونت علیه مردم، حیوانات و کودکان پایان پیدا نمیکنه مگر اینکه چنین افرادی رو مجازات کرد. این چیزی نیست که بتونیم از اون دفاع کنیم یا تحمل کنیم. دیلان چیتاک چند سالی است که با لوند دورتر، یکی از خواننده‌های موسیقی پاپ، وارد رابطه عاشقانه شده. در نهایت این رابطه سال 2022 به ازدواج ختم شد و پدر دیلان ابراهیم تاتلیس هم در مراسم ازدواج این زوج حضور داشت. دیلان پس از پذیرفته شدن توسط پدرش ابراهیم تاتلیس در برنامه ایو شو با اجرای پدرش تاتلیس حضور پیدا کرد. او در این برنامه چندی ترانه از ترانه‌های قدیمی پدرش رو خوند که فضای احساسی برنامه اشکای تاتلیس رو هم درآورد. خانم خواننده میگه که تا مدت‌ها زندگی مثل زندگی مردم عادی بود. در نوجوانی میل زیادی برای کسب درآمد داشتم. برای همین در یک کافه کار می‌کردم و مدتی هم بازیگر دلقک بودم. دیلان فردی بی‌احتیاط و مشتاقه و به حیوانات خانگی از جمله سگ، سفر، پیانو، ویولون، رقص، یادگیری و مطالعه علاقه‌منده و عاشق ژست‌های مردونه است. ارزش خالص دارایی دیلان 91 میلیون دلاره و از چهره‌هایی چون تارکان، اژدا پکن و جاستین تیمبرلیک به عنوان الگوهای اون هستن. در آخر آرزوی سلامتی، شادکامی و پیروزی برای دیلان عزیز داریم و امیدواریم که روزی اون رو در بالاترین قله موفقیت ببینیم و شاهد کارهای زیباتری از این هنرمند باشیم. لطفاً اگر این ویدیو برای شما جذاب بوده با لایک و کامنت های خودتون از ما حمایت کنید و به ما انگیزه بدید برای ادامه کارهامون و برای اینکه ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید حتما ما رو فالو کنید.